سلام به مسافران عزیز راما که دارین این لایو رو از خونه هاتون تماشا میکنیم. در خدمتتون هستیم با لایو کتاب دهبر مهیل نوشته النا رهبری. این کتاب خیلی تازه منتشر شده و فکر میکنم چاپ اولش توی نمایشگاه کتاب کلاً تموم شد و ما همچنان مشتاقانه منتظریم که چاپ دوم کتاب در بیاد و بتونیم برای فروش کتاب هم در خدمتتون باشیم. مهمونای عزیزی داریم امروز، آقای حافظ آهی، خانم سمیه کرمی و نویسنده کتاب، و این برگه هم که میبینین روی میز اینم هدیه خانم سیما تقویه. فکر میکنم مخاطب خاصش هم آقای قدیمیه که جاشون امروز بسیار خالیه اینجا. خب اول خانم رهبری یه ذره برامون بگین، از دهبر مهیل برامون بگین، از تجربه نوشتنش، همین سوالایی که همیشه میپرسیم، ایده ها از کجا به ذهنتون اومده، اصلا چی شد که این مجموعه رو جمع کردین، یه خورده از حال و هوای کتاب برامون بگین، چند تا داستان یه کلیاتی بهمون بگین، ممنون میشم. سلام میکنم به همه عزیزانی که این لایو رو تماشا میکنن. والا خانم کاظمی عزیز، من دهبر مهیل رو یه جورایی بگم که اولش خیلی بی برنامه شد، یعنی بدون اینکه مثلا بخوام یهو این داستانا جمع شد و مثلا یه سریش قدیمی تره، یه سریش جدید تره و اینا رو مثلا به هم وصل کردم بعد از اینکه مثلا نوشتم. اینجوریه که یک مجموعه وحشته که 11 تا داستان داره با 10 تا کاراکتر، که البته میتونیم یکیشم که چاه باشه اونم میتونیم کاراکتر به حساب بیاریم یه جورایی. اینجوری من نوشتم این داستانا رو، نوشته بودم چند تاشو از قبل و به فکر این افتادم که یه مجموعه داستان وحشت بدم بیرون. بیشتر قصدم این بود که یه تجربه زبانی و فرمی داشته باشم. بعد یهو اینجوری شد که داستانا وحشت شد و بعد رفتم توی فاز وحشت نوشتن و اینجوری این مجموعه جمع شد و حدود تقریبا 1 سالی طول کشید، یعنی از همون بیشتر از 1 سال، از همون اول که مثلا شروع کردم تا موقعی که دیگه تصمیم گرفتم که بخوام چاپش کنم و بعد بازنویسی، چندین بار بازنویسی کردم. اینجوری شد که این مجموعه جمع شد و دیگه اقدام کردیم که چاپش کنیم و یه مجموعه وحشت هم بیرون بدیم. بگو در مورد حال و هوای وحشت کتاب. وحشت کتاب والا نمیدونم، من خودم دوست داشتم که یه وحشت زیرپوستی باشه که یعنی مطمئنم که خب البته هیچ وقت قدرت رو ندارم که جامپ اسکر باشه مثلا مثل سینمایی که اونجوری خواننده بپره از جاش، ولی به نظر من اون وحشت زیرپوستی، وحشتی که تو بعدها که بهش فکر میکنی یا مثلا بعد از اینکه کتاب بستی میره زیر پوستت، به نظر من اون وحشت مثلا تاثیرگذارتره. من سعی کردم که یه همچین وحشتی باشه. بعد یه چیز دیگه هم بود، من دوست داشتم که داستانا این یه سری، حالا نمیشه گفت خرافات، ولی همین داستانایی که سینه به سینه نقل میشه از مادر بزرگامون، پدر بزرگامون، افسانه های محلی، فولکلور، اینا رو دوست داشتم که یه چند تاییشو بیارم تو داستانم، یا مثلا اون اسطوره‌هامون و موجودات خیلی عجیب غریب و خیلی، یعنی واقعا موضوعات بکری که هیچی دست نبرده دوست داشتم مثلا حداقل یه دونه‌شو مثلا من بهش بپردازم تو یکی از این داستانم، 2 تا از این داستانم. و مثلا وحشت بوم رو دوست داشتم یه جوری هم خودم تجربه کنم، هم اگه مثلا موفق شده باشم به خواننده منتقل کنم. اینجوری بود که بیشتر قصدم این بود که بوم، خیلی دوست داشتم که وحشت بوم رو یه جوری بازنویسی کنم، دوباره مثلا خلق کنم، دوباره که نمیخواستم مثلا یه چیزی به سبک خودم خلق کنم. یکی هم این که دوست داشتم تجربه فرمی و زبانی داشته باشم که اگه
دقت کنن خواننده‌های عزیز اینجوریه که هر داستان یه زبانی داره، هر کاراکتر یه زبانی داره، مثلا زبانش مثلا فرق میکنه. شما مثلا میفهمی که مثلا این کاراکتر عباس مثلا چجوری صحبت میکنه، اگه مثلا یا کاراکتر مثلا میرزا جمیل وقتی صحبت میکنه بدون اینکه بگه مثلا شما اگه من کارمو درست انجام داده باشم مثلا خواننده متوجه میشه که این همون کاراکتره. یکی این بود، یکی هم این بود که دوست داشتم که با کلمات یه جوری مثلا این باریو که کلمات دارن، واژه ها دارن و مثلا اون پیشینه‌ای که هر کلمه داره چجوریه، بعد مثلا خیلی داستانه عجیب غریبی مثلا ممکن پشت هر کلمه باشه، پشت هر واژه باشه. اینا رو مثلا دوست داشتم که یه جورایی استفاده کنم بیارم تو داستان. نمیدونم تا چه حد موفق شدم و من زیاد صحبت کردم. نه اتفاقا اگه میشه یه پاراگراف از کتاب مرحوم بخون، چون به نظرم مهمه که یه مقدار با نثر داستان همین الان کسایی که حالا کتاب هنوز نخوندن آشنا بشه. بله حتما. کدوم یه داستان که خودت دوست داری رو انتخاب کن، یه تیکه‌ای که اگه بخوای برای یکی مثلا برای یکی چی؟ اگه بخواد مثلا بگی برای یکی خیلی یکی تحت تاثیر قرار بده انتخاب می‌کنی. اوکی از اولش بگو کدوم داستان کدوم. خب اوکی. داستان ابوشفشاف که اولش امیدوارم که صدام خوب باشه. دم سحری گروم در حیاط پشتی من ننه مرده رو از طبقه 7 خواب زارت انداخت پایین و هرچی زهرماری سر شب خورده بودیم پروند. یه دوجین فوش آب نکشیده ته حلقمو تلخ کرد. کاسه چشام مثل کاکل خروس خون افتاد و تیر و تار. سرم دنگ دنگ و گوشام وز صدا میداد. تلو تلو خوردم. قلم پام گرفت به لاف بی صاحب. شپلق کله پا شدم و زالوی خواب از تن ماسیدم جس بیرون. از چارچوب پنجدری کبلل قصاب شوهر کوکب خانمو میدیدم که میزد توی سرشو هوار میکرد. یه چیز نرمی از روی تن لختم رد شد. تو نمیری گوشه لچک بیبی بود. بوی یاس میداد. سایه حاج بابا و بیبی زیر پرچین پیدا بود. نه، غلط نکنم سایه اون دوتا سر به کج و معوج لاجون بود که حاجی از اون صبح دیروز کاشتم سولاخی پرچین تا ریشه بگیرن و سولاخه رو ببندن. بیبی از سولاخه مورمورش میشد. زیر لب بسم الله میگفت. چشمای سرمه کشیده زاغش یه جوری میغلطوند که مبادا بیفتن روی ریخت ایکبیریش. قر میزد به حاج بابا. میگفت سر جدت حاجی، آخه چرا باید دیوار پرچین ما بریزه؟ اونم اونجا پشت به قبله، همونجا که نه یمینه نه یسار، اونم اون ریختی. حاج بابا 7 بار سولاخی رو گل گرفت اما فرداش باز ریخت. بیبی زبونشو میگزید، هی لب برمیچید، هی قل هو الله میخوند و فوت میکرد. تهش که کفگیر ذکراش میخورد به ته دیگ، از زیر دندونای آریه‌ایش زیر گوش حاجی پش پش میکرد. ریخت نحسش عینه و عین ابوشفشافه. اینم بکنم که دیگه کافیه دیگه. مرسی، ممنون. بله اینجوریه که من سعی کردم یه تجربه فرمی و زبانی داشته باشم که مثلا یه مقدار متفاوت باشه و خودم خیلی علاقه داشتم به این لحن و لهجه این چی میگه زنگ صدای یا مثلا اونجوری که حرف میزنن بچهای تهران قدیم مثلا خیلی دوست داشتم. اینجوری اگه دقت کنید تو داستان اول اونجوریه یه جورایی. و البته شهرهای دیگه‌مون که عالی، ولی اونقدر چیز نداشتم، تسلط نداشتم که مثلا اونو بتونم. ولی خب مثلا تهرانی یه بیشتر تسلط داشتم که اونو سعی کردم که تو کل نثر اون دو تا داستان اولی بیارم. چقدر تحقیق لازم بود برای این؟ والا یه مقدار زیاد سعی کردم خیلی بخونم. یعنی داستانایی که چجوری بگم، مثلا داستانای خدا بیامرز حاتمی خیلی مثلا دوست داشتم. داستانای هدایت رو خیلی بهم کمک کرد. علیه خانم خیلی واقعا یعنی خیلی عالیه. مثلا اونا خیلی بهم کمک کرد. یه سری دیگه بس سعی می‌کردم به صدای مردم بیشتر گوش بدم. مثلا صحبت میکنن ببینم که مثلا خیلی واقعا با آدم کمک میکنه بعضی موقع
ولی خب بیشتر توی داستان بلند این خیلی چیز میکنه، ولی اینجا هم سعی کردم یه ذره گوش بدم ببینم که لحنا چجوری با هم تفاوت میکنه. مثلا اینجوری شد که این تجربه چیزو داشتم که یه مقدار تحقیقاتی کردم و امیدوارم که نتیجهش حالا خوب شده باشه. خانم کرمی بفرمایید. ببخشید چشم. خب من در خدمتم. اول خیلی تبریک میگم بازم به شما خانم رهبری بابت کتابتون و امیدوارم که پر از موفقیت باشه براتون. سلامت باشید. خب من در خدمتم خانم کاظم. در مورد کتاب صحبت کنیم. عرضم به خدمت شما که حالا من فکر میکنم آخه با توجه به صحبتی که با خانم کرمی داشتیم ما هماهنگ کرده بودیم که ببخشید من گوشی رو بدم به خانم کرمی. خب اوکی. من حقیقتش حالا سلام من یه سری از در واقع چیزایی که می‌خواستیم صحبت کنیم و حالا خودش توضیح داد النا، حالا ولی من میگم من به عنوان یه خواننده که شروع کردم، خب واقعا دو تا چیز توی این کتاب دو تا بر من نکته‌ای داشت که خیلی مشخص بود. یکی خب مشخصا زبان کتاب بود، یعنی نثری که استفاده شده بود خب چیزی بود که خیلی واقعا نظرمو جلب کرد، یعنی وجه مشخصه کتاب بود. یکی دیگه‌اش هم اون بحث وحشت بومی که از در واقع داستان‌ها و حالا مثلا افسانه‌های محلی یا خرافه‌های محلی و اینا در واقع استفاده شد که خب حالا خب خودشون توضیح دادن. من مطمئنم هستم که در این مورد تحقیقم شده کلی حتما، چون هر کدوم از فکر کنم اگه هر کدوم از داستان‌ها توی یه شهری یا یه منطقه‌ای از ایران میگذره. حالا یه سوالی که داشتم حالا میتونن بعداً جواب بدن این بود که می‌خواستم بدونم که چقدر از اینا واقعاً افسانه‌های خب یه سریاش میدونیم، مثلا همه ما راجع به جن و آل و نمیدونم اینجور چیزا هممون دیگه شنیدیم، ولی مثلا بعضی جاها مثلا میرن توی یه روستایی تو دامغان مثلا یه دیویه مثلا کوهی هستش و اینا رو دوست داشتم بدونم که دیگه چقدرش تخیل نویسنده است و چقدرش واقعا اون اساسر داشت. حالا این یکی از چیزایی بودش. باز یه نکته دیگه که تو حرفای خودشون بود که حالا اینجاشو من خیلی دوست داشتم با آقای آهی بحث رو باز بکنیم، البته راجبش قبلا صحبت کردیم، بحث تفاوت وحشت توی رسانه سینماست و توی ادبیات. خب ما راجب این قبلا هم صحبت کردیم. سینما خیلی ابزارهایی داره که مثلا در واقع صدا رو داره که یه عامل خیلی قدرتمندیه توی ترسوندن ما، صداست، نورپردازی داره، این چیدمان صحنه رو چی میگین شما، میزانسن داره و اینا چیزایی هست که تو سینما در اختیار در واقع حالا اون کارگردان هست و کافیه با ترکیب اینا با حتی اگه خیلی پلات قوی هم نداشته باشه که خب خیلی از فیلم‌های ترسناک هم ندارن ولی با همینا ما رو میترسونه. خب ما توی داستان اون رو نداریم، یعنی ترسی که نویسنده داره ایجاد میکنه، کاری که نویسنده کتاب ترسناک با ما میکنه خیلی متفاوته و باید یه جور دیگه ما رو بترسونه. حالا میره مثلا یه جاهایی از روح و روانمون رو میخواد دستکاری بکنه که اون در واقع چیزایی که ازش میترسیم و بیاره بیرون. ولی علاوه بر اینها من احساس میکردم که نویسنده یه جاهایی از اون المان‌های سینمایی کمک گرفته، یعنی بازسازی. حالا نویسنده خودش اینجا حضور داره ولی من به عنوان خواننده برداشت خودم رو میگم. احساس میکردم که مثلا داره سعی میکنه که مثلا یه سری از سکانس‌های ترسناک رو مثلا اتفاقی که مثلا راهرو مهدب میشه، صدای کش میاد، مثلا این چیزایی که واقعا و من چون به عنوان آدم فیلم ترسناک بین برای من کار میکرد، یعنی من میومدم تو ذهنم میساختم، قشنگ راهرو رو تصور میکردم، نمیدونم رنگ خون پاشید اینا رو تصور میکردم. حالا دوست داشتم شما یه خورده از این منظر به طور خاص، حالا به عنوان اینکه به هر حال شما تجربه کار سینما دارین، کارگردانی انجام دادین، قطعا دانشتون از ما بیشتره، یه خورده راجع به این قیاسه برای ما صحبت کنیم و خب کتاب رو هم که قطعا خوندین، اینکه این از نظر شما چجوریه این داستان؟ حالا یک کمی راجع به این صحبت کنیم. چشم ممنونم. و بعد شما هم خودتون میتونید اون سوالی که داشتم.
سینما در طول این سالیان تأثیرهای زیادی روی ادبیات گذاشته. یعنی ما همیشه درباره تأثیر ادبیات روی سینما صحبت میکنیم یا اصلا کلا هنرهای مختلف روی سینما، ولی کمتر درباره این صحبت میشه. مثلا میخوام بگم ما در حوزه سینما زیاد میبینیم پایان نامه‌های کار بشن، مقالهاتی کار بشن که چطور سینما در واقع از ادبیات تاثیر گرفته، اما در حوزه ادبیات من حداقل گشتم و ندیدم که مقالات زیادی یا پایان نامه‌هایی روی این کار شده باشه که چطور سینما تاثیر گذاشته باشه بر ادبیات. این تاثیرات در واقع متفاوتی هستن. بعضی از تاثیراتش بسیار منفیه، مثل بلایی که حالا به تعبیری شاید سینمای هالیوود به سر ادبیات داستانی آمریکا آورده که تمام نویسنده ها دارن سعی میکنن بر اساس یک فرمول فیلمنامه مشخص داستانهاشون رو بگن برای اینکه امکان تبدیل شدن به فیلم رو داشته باشه و دیگه. یعنی این عملاً داره در واقع سعی میکنه خودش رو در بند سینما قرار بده و این به نظر اشتباه میاد. ولی تأثیرات مثبتی هم ما گرفتیم، مخصوصاً میخوام بگم ما در ایران به خاطر اینکه سالیان حالا الان هم هنوز همینطور هست، ولی میخوام بگم که به هر حال به واسطه اینکه ما تو ایران کپی رایت نداریم، یه فیلمبین معمولی ایرانی در مقایسه با یه فیلمبین معمولی فرض کن آمریکایی فیلم‌های بسیار بیشتری دیده. طبیعتاً به خاطر اینکه ما کپی رایت نداریم، ما بابت تمام این فیلم هایی که دونه دونه دانلود میکنیم و تماشا میکنیم پولی نمیدیم و خب به هر حال میبینیم که واسه همین میتونیم فیلم های بیشتری ببینیم. این حالا شاید نباید درباره این چیزا صحبت کرد، ولی به هر حال یه همچین چیزی هستش که تأثیر میذاره اون وقت روی نگاه نویسنده که ادبیات در واقع از دستور زبان سینما میتونه استفاده بکنه برای در واقع در ادبیاتش، در داستانش. چیزی که ما میبینیم در واقع به نظر من در داستان‌های دهبر مهیل این هست که ما میبینیم نویسنده تأثیر نمیدونم خودآگاه یا ناخودآگاه ولی تأثیر مستقیم گرفته از دستور زبان سینما. بله. حالا بحث من برای اینکه یه طرفه نکنم ادامه بدیم و من دوباره برمیگردم. شاید من این رو حس کردم، میگم یکی دو جا این رو واقعیتش اینه که حس کردم. بازم میگم من خودم رو فیلم ترسناک بین حرفه، مثلا یه جایی یادم فکر کنم تو همون داستانای اولش بود که زیر جلدش چیز رفته بود، دقیقا مثلا من داشتم اون صحنه آغازین کنستانتینو که چیز سقف آویزونه مثلا اون چیزه، من تو ذهنم بازسازی میکنم، ولی واقعیتش ممکنه برای یک کس دیگه این کار کرد و نداشته باشه. یعنی اصلا ممکنه که حالا خودش اشاره کرد که دوست داره اون ترسه از اون جنسی باشه که بعد از این که، ولی من واقعیتش موقعی که میخوندم میترسیدم. حالا تاثیر بعدیش ولی تاثیر آنی هم داشت، حداقل اون صحنه هایی که مثلا میرسیدیم به حالا اون عامل ترس دستش رو میشد، به نظرم میرسید که چیزا هست. فکر کنم که به تخیل من چی میگم دست کنم شما فکر کنم که آره صدا میاد. فکر کنم که به تخیل خواننده‌ام، به قدرت تخیل خواننده‌ام یه جورایی وسیله شما مشابه قدرت تخیل چیزا، یعنی مثلا اون چیزی که من تصویر کردم و شما مثلا به خوبی دیدی و اون سینمایی دیدی، میدونی اون چیزی که تو ذهن قابل تصویر بوده. نکتهش همینه، این امکان در کلام نویسنده بوده و منی که یعنی ما هر دو در واقع یک کتاب خوندیم و تقریبا هر دو هم تونستیم ارتباط برقرار بکنیم باهاش. میخوام بگم که منم این حس رو داشتم، این فضا سازی که نویسنده انجام داده باعث شده که منم در واقع این حس ترسی که زیر پوست آدم میره رو در واقع تجربه بکنم. خیلی خوب. آره این حالا در مورد در واقع باز یه کمی حالا باز خود نویسنده هست در مورد انواع وحشتی که در واقع حالا میشه تو داستانهای وحشت داریم. مثلا ما خیلی راجعش صحبت کردیم که مثلا کارهای لافکرافت وحشت کیهانی داره، یعنی عامل ترس یه چیز مثلا مرموز باستانی اینا، یا مثلا چه میدونم ترسایی داریم که بیشتر عامل ترسه مثلا
اینه که خیلی چی میگن بهش، خیلی خون و خونریزی و مثلا اسلشر گوره، خیلی انواع مختلف داریم. باز اینو شما به عنوان نویسنده فکر کنم مثلا اون نوع مورد علاقه وحشتی که دوست داری خلق بکنی یا مثلا آره اینو، حالا البته چیزی که من تو داستانا میدم همشون یه المان ماورایی داشت بالاخره، ولی ترکیبی بود بعضی جا. حالا راجع به این یه خورده خودت یه کاراکتر نان بیلیور، آره اینم خیلی نکته، اعتقاد نداره به خرافه یا بالا چیز ماورایی و توی یک ماجرای این شکلی گیر میکنه. دقیقاً کاراکترها هیچ کدوم باور ندارن و حتی توی مواجههشون، تو اولین دومین مواجهه همش ذهنشون دنبال اینه که دلیل منطقی براش پیدا کنه. مثلا میگه حتما یه توضیح علمی داره، حتما یه بیماری، تا میره دیگه با اون عامل ترس واقعا روبرو میشه. من چه هیجان زده شدم این چیزا رو گفتید، چون من خودم مثلا خیلی دوست داشتم که خواننده مثلا ارتباط برقرار کنه با این نوع ترسی که من خواستم که این منتقل بشه به خواننده. حالا در مورد انواع وحشت توی این مجموعه، من یکی خیلی علاقه داشتم به همون کاظمی کیهانی که اصلا نتونستم اونو منتقل کنم، ولی فکر میکنم که توی داستان آخری یه مقداری تونستم اونو داستان چاه خود دهبرم مرسی. من خودم زیاد چیز نشدم اونقدر روی دهبر مهیل که بیشتر من روی چیز بومش مثلا دوست داشتم که اون وحشت بومی رو چیز کنم. روی اون دیوه خب آره من خیلی اون دیوه یه خورده مثلا شبیه به موجودات لافکرافتی که از ابعاد دیگه و اینا می اومدن، ولی خب همونطور که خودش میگه زمینه واقعا حالا یه روستاییه، یه سری اینم سوال بود همچنان بر من که چقدر از این داستان ها واقعا ساخته و فرموده خودت. آره پرسیده بودین. والا اتفاقا داشتم موقع کتاب برداشتم داشتم نگاه میکردم که هر کدوم از داستانا یادم بیاد که چجوری بود. این مثلا داستان ابوشفشاف خیلی جالب بود که اتفاقا با آقای قدیمی هم مثلا همون اول صحبت میکردیم که اگه پیشگفتار دوستان خونده باشن در مورد واژه ها، معنی واژه ها چیز که من دقیقا یکی از داستانام بیسش روی این واژه است. یعنی من این کلمه رو پیدا کردم، از این کلمه خوشم بر اساسش داستان نوشتم، اینجوری شد. بعد این مثلا این موجود اصلا وجود نداره، داستان ابوشفشاف این اصلا وجود مثلا نیست. بعد این کلمه رو این یکی از نامهای شیطانه. بعد من داشتم یه چیزی سرچ میکردم معنی لغتی و بعد من این کلمه رو پیدا کردم و گفتم که وای چقدر جالبه این کلمه. بعد از اون کلمه داستان رو نوشتم، مثلا اون شخصیت اونجا. ولی خب مثلا قصد این بود که خب مثلا این جنی باشه. بعد یه چیزی هم هست که خب این داستانا به هم وصل میشه اگه مثلا دقت کنید. بعد مثلا فکر میکنی که آره، بعد مثلا فکر میکنی که هر کدوم یکیه. بعد مثلا آخرش مثلا نشونه گذاشتم. اگه یه مقدار مثلا نمیدونم حالا واضحه، حالا نشونه که داستانا هر کدوم دو تا اسم داشتن. یعنی من احساس میکنم اون اسمه که تو پرانتزه اینا یه قراره که در واقع چیزی رو ده. آره دقیقاً مثلا این نشونه بود دیگه. اونی که تو پرانتز گذاشتم نشونه ای بود که به مثلا یه حالت سرنخ مانندی که به مثلا نمیدونم حالا تونسته باشم اینو خوب منطلق کارگاهی شد. دوست داشتم که اینجوری بشه که مثلا خواننده این نشونه رو بگیره. مثلا توی هیولایش مثلا سنجاقه، یه سنجاق قفلیه مثلا اونجا نشونه که بعدها مثلا بخونن توی داستان آخری باز مثلا اینا باز میشه که مثلا چی بوده جریان و مثلا این سنجاق چی بوده یا اون تندیس چی بوده یا شاخ چی بوده. اینجوری شد که اینا رو مثلا یکی از داستانا اینجوری بود که این موجود وحشتناک مثلا عامل وحشتش مثلا من در آوردی بود این کاراکتر. منتها اگه بخوام راستشو بگم این چیزای اسطوره های خودمون یا مثلا دیو های خودمون و اینا خیلی 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 پتانسیل بیشتری از این که فکرشو بکنیم دارن که ما توی مجموعه وحشت بخوایم ازش استفاده کنیم. انقدر ما توی اسطوره‌هامون، توی متون قدیمیمون یه موجودات فولکلور، موجودات عجیب غریبی داریم که
واقعا تو کل دنیا رو فکر کنم بگردیم انقدر به اندازه یه دونه ایران انقدر موجود عجیب غریب داره و انقدر مثلا چیز. من مثلا سعی کردم که چیزایی که خودم یه مقدار حالا در موردش مطالعه کرده بودم، مثل حالا مثلا نه اونقدر مثلا بخوام بگم مطالعه خیلی تخصصی، ولی یک اطلاعاتی که داشتم گفتم که چیزایی که همیشه صحبتش بوده توی بوم ما، یکی جنه، مثلا جنگیری، یا یکی رمالیه، رمل کشیدن و مثلا رمال و به هم اینجور مثلا خرافات. یکی دیگه دیو و غول. دیو و غول مثلا همیشه بودن مثلا میگن یه سر و دو گوش و من غول بیابونی و این چیزا. مثلا خواستم از این چیزایی که خیلی بیس مثلا چیز زیاد مثلا اون اسطوره خاصی و سراغش نرفتم. مثلا اونجا دیو من تو داستان چیز کردم، من مثلا منظورم کل دیوای مازندران بود. مثلا دوست داشتم که مثلا یه جوری بگم دیوای مازندران مثلا اینقدر عجیبن، مثلا اینقدر خاصن، و مثلا یه دونه چیز کردم، یه دیو. خب این اتفاقا نکته جالبیه که میگی، اینکه سراغ مثلا هیولاهای بومیمون رفتیم. من بعضی وقتا حس میکنم که مثلا داستانهای غربی، حالا بیشتر فیلم، اون عامل وحشت معمولا تو همشون یه جورایی شیطانه، به خاطر اینکه خب اونا از شیطان میترسن و تو مذهبشون هم شیطان بالاخره. ما طبق حالا به هر حال باور خودمون، به هر حال تو باور مذهبیمون به هر حال ما از شیطان نمیترسیم، یعنی باید بترسیم ولی نمیترسیم. ولی مثلا جن برای ما خیلی ترسناک. ما از شیطان خیالمون جمع، ما میدونیم شیطان اجازه نداره مثلا بیاد سر به سر ما بذاره، ولی جنه حتی اگه باورم نداشته باشیم انقدر مثلا یه جوری با همون چیز شده، با هم به یه مثلا تعریف شده که به هر حال یه ذره قلقلکمون میده. ولی یه نکته‌ای من می‌خواستم نظر شما رو هم بپرسم راجع به پایان بندیاست. حالا اینو باز خود نویسندم چون هست میتونه پایان بندیای فیلم ترسناکا معمولا اینطوریه که بالاخره یه نفر یه فرمولی داره، یه نفر ازش نجات پیدا میکنه، ولی اون آخر سر دوربین میچرخه روی یه چیزی ما میفهمیم اون عامل ترس از بین نرفته. حالا تو این مجموعه من میخوام اسپویلم نکنم یعنی، ولی پایان بندی ها معمولا والا حداقل به نظر من اینجوری رسید که بالاخره عامل ترس یه جورایی برنده میشه، یا حالا بالاخره خیلی آخراشون آخر خوش نیست. یه کمی راجع به این حالا میخواستیم. البته دلیل این که برمیگرده دوربین و ما میبینیم که عامل ترس در واقع نمرده اینه که بتونن برای فرانچایزش در واقع کار بکنه. یعنی میخوام بگم از دهه 70 اینو شما در سینما میبینی، تا دهه 70 این فرمول وجود نداره و از وقتی که فرانچایز ها شروع میشن به ساخته شدن در واقع این رو ما داریم. یکی از مهمترین هاشون مثلا جمعه 13 یا مثلا کابوس خیابان الم استریت که دیگه وارد دهه 80 میشن دیگه، اینا این فرمول رو کامل دارن رعایت میکنن. اما عرضم به خدمت شما که پایان بندی ها رو من دوست داشتم، یعنی من دوست داشتم که اون ترس باقی میمونه. من خودم یکی از در واقع فکر میکنم داستان دیو پایانش رو من انقدر دوست داشتم، انقدر به من چسبید در واقع، به خاطر اینکه حالا ما هی داریم با دستور زبان سینما و با در واقع تصاویر سینمایی مقایسه میکنیم، ولی از نقش کلمه تو کار نویسنده به نظرم نباید آره یعنی فراموش بکنیم نقش کلمه رو که چطور استفاده میکنه، چطور تأثیر میذاره، در واقع تأثیر گرفته از فرهنگ عاممون، از چه میدونم از شاملو گرفته تا مثلا حالا شاملو به طور خاص درباره همون داستان دیو دارم میگم، ولی توی بقیه کارها من رد پای چه میدونم معصوم اول یا معصوم سوم رو بهتر بگم میبینم، از گلشیری من رد پای غلام حسین ساعدی میبینم، ملکوت میبینم و آره یعنی میخوام بگم اینا یه چیزیه که
البته همینو میخوام بگم اون خودش هم هست نه آره یعنی تاثیر اون بخش لاوکرافتی ماجرا رو من فکر میکنم تاثیر بیشتر بهزاد قدیمی باشه، یعنی در واقع قلم بهزاد قدیمی رو من تاثیر بیشتر میبینم تا مثلا لاوکرافت. ولی عرضم به خدمت شما که آره میخوام بگم که اینا باعث شده که در واقع کار، البته که بگم یه جاهایی اون وقت من به عنوان خواننده توقعم از ساختار داستانی میره بالاتر، یعنی انقدر وقتی که فضاسازی درستی انجام میشه، انقدر شخصیت‌های جالبی خلق میشن، انقدر کلام در جای خودش و درست استفاده میشه، من دلم میخواد قصه، در واقع من دلم میخواد سهم بیشتری از قصه رو در واقع داشته باشم، من دلم میخواد بیشتر در واقع ببینم که چه اتفاقی میفته برای شخصیت ها. اما در کل من این نکته‌ام فقط بگم که یه چیز دیگه میخواستم درباره در واقع بخش نوشتاری ماجرا کلمه اشاره بکنم. نزدیکی حالا بعضی از داستانا ما تو اینو بگم شاید سپویل نمیشه، داستان ها بعضی هاشون روایت اول شخصه، بعضی ها روایتشون سوم شخصه. اونایی که روایتشون اول شخصه خیلی به حتی مونولوگ نزدیک میشن. من خیلی احساس میکنم که یعنی در واقع میتونه تبدیل بشه به چیزی مثل یک مونولوگ تئاتری، در واقع اون چیزی که شخصی روایت میکند برای شخص دیگر. اتفاقاً غلام حسین ساعدی یه مجموعه ای داره، مجموعه حالا لالبازی هایی داره که عرضم به خدمت شما توی اون یک چاه، یعنی در واقع توی اونها هم چاه نقش خیلی پررنگی داره. من حالا نمیدونم چقدر شما یعنی آیا خوندید یا نخوندید، ولی خب من وقتی میبینم اینا رو، این ارجاهای حالا خودآگاه یا ناخودآگاه ها میبینم، لذت میبرم. من البته من اینجا تاکید بکنم اینکه به نظر من اینکه حتی یه جاهایش حالا حداقل به نظر من میتونستم تصویر رو تو ذهنم بسازم، اینه که واقعا توصیفات غنی بود، کتاب خیلی زیاد توصیف داشت و این آره یعنی یه چیزی بود که یه نقش کمکی داشت دیگه، واقعا کمک کرد. ولی من آخر دیدی چقدر خوب بود، چقدر خوب تموم میشه، چقدر یعنی چیزش برای من این بود که هم چقدر کلمه داره کار میکنه اونجا، هم سینماست چقدر، یعنی در واقع آخرش قشنگ با یک کات دیگه چیز میشه، سپویل میشه، نمیتونم بیشتر از این بگم، ولی خیلی من دوست داشتم. ولی اتفاقا مزه داستاناش به نظر من به خوندنشونه، یعنی واقعیتش اینه که نثره، یعنی این کاری که حالا با فرم انجام شده، اون در واقع اون توصیفات قرار گرفتن تو اون حال و هوا، وگرنه حالا اینکه مثلا ما بگیم آخرش مثلا قوله برنده شد یا آدم برنده شد، شاید خیلی مثلا واقعا اسپویلی نباشه، یعنی از جنس در واقع داستان‌هایی هست که باید حتما خونده بشه که اون مزه داستان رو توی خوندن در واقع میشه چیز کرد، حس کرد. لازم میگن معصوم پنجم بوسوری هم خیلی معصوم پنجم، بله معصوم پنجم همون آقای قدیمی که جداگانه جدیدن چاپ شدن، چند سال 2-3 سال پیش دوباره چاپ شد، اونه معصوم پنجم که یه اسم طولانی هم داره. خب من چند تا سوال یه ذره فانتر بکنیم، چون خیلی رفتیم وارد ژانر وحشت شد. اول اینکه به ما بگین که خودتون چقدر آدم ترسویی هستین. بذار من سوالا رو بپرسم بعد میکروفون. و اینکه الان اگر الان ما یه چاه گنده اینجا داریم، یه سیاه چاله، الان واقعا حست نسبت به چاه چیه؟ چون من که الان بعد از خوندن این کتاب واقعا نزدیک هیچ چاهی نمیرم. این سوالا رو به ما بگین که مثلا جوابش رو به ما بگین که ما بدونیم که نویسنده ژانر وحشت آیا این که میگن آدمای ترسویی هستن درسته یا نه، و در مورد کار بعدیتون هم برامون بگین. والا من اینجوریه که آدم ترسو برای
یه سری چیزا ترسناک. اصلا خودت چقدر واقعا از این جن و اینا میترسی؟ من اینجوری بگم تجربه‌مو اینجوری بگم که من اعتقاد داری به اینا؟ آره اینا خب من اعتقاد دارم که می‌نویسم، یه ذره اعتقادم، مثلا 50-50 هم. خب بعد من فکر می‌کنم که اگه ذهن خودم رو گول نزنم نمیتونم خوب بنویسم. آها فهمیدم. اصلا اعتقاد نداری و این داره خودت دوست داری که یه موقعی باورم میشه و یادم میره خودم گول زدم. نه ولی اینجوریه که من مثلا بگم چه جوری آدم ترسوییم. از چیا میترسی؟ از چیزایی که نه، من از وحشت‌های نمی‌نویسم، از چیزایی که میترسم نمی‌نویسم. می‌خواستم بگم از چیزایی که نوشتم میترسم، نه نمیترسم. فقط مثلا یه نمونه ترسیدنم بهتون بگم. من میرزا جمیل رو که مینوشتم، همون دانشجوی عهد قاجار، اون قضیه که اون داستان اولیه که نوشته بودم و اینا، بس یه جوری بود که قشنگ به من تا 3 شب خوابم نمی برد. خودم از داستان خودم ترسیده بودم. مثلا اینجوریه، مثلا اینجوری ممکنه اصلا داستان چی فیلم ترسناک ببینم نترسم، ولی یه موقعی یه سری چیزا روم اینجوری تاثیر میذاره. اینجوری ترسی یه دونه‌شو بگو. مثل هری پاتر هست میگن الان اگه یه چیز میومد از این اسمش چی بود؟ بوگارت. الان اگه یه بوگارت میومد چه شکلی میشد؟ شکلش مثلا میتونم بگم از چیزایی نمیترسم. اینم خوبه. مثلا ارتفاع نمیترسم، از زلزله نمیترسم، از بلایای طبیعی نمیترسم. دوست دارم مثلا از عظمت طبیعت. آره خیلی خوشم میاد از اینجور چیزای طبیعی دیزاستر. بعد ولی از چیزایی که میترسم، ماورالطبیعه چی؟ از ماورالطبیعه میشه گفت که آره از این داستانای بومی میترسم. یه موقعی مثلا تو فضاش قرار بگیرم، مخصوصا اینکه مثلا تاریک باشه، چاه هم باشه، یا مثلا یه جایی باشه که بگن اینجا جن داره این روستا مثلا. دقیقاً. ببین بعد مثلا یه سری روستاها، مثلا یه سری جا ما جن داریم، چه خوب یه چیزایی میفته جا به جا میشه. من خیلی هم تحصیل کرده است، کتاب میخونه، بعد میذاره. من الان چند بار دعوار مهی رو انداخته پایین از اون قفسه. چقدر جالب. خب پس من برم یا دنبالم دیگه. از اینجا خارج نمیشه. خدا رو آره دیگه اینجور فضاها ممکنه منو بترسونه، مثلا تو جوش قرار بگیرم. ولی آره بیشتر چیزایی که نمیترسم بیشتر از چیزایی که چاه ماجراش چی؟ ماجرای چاه اینجوریه که من فکر کردم که یه چیزی باشه، میخواستم یه عامل ماورایی باشه یا همون کیهانی باشه و خارج. اول مثلا میخواستم بگم که موجوداتی مثلا غیر از این دنیا یا مثلا دنیاهای موازی. بعد زیاد دیگه وارد اون ماجرا نشدم، چسبیدم به همین بوم که شما هویت خب دیو که اینم اسپویل نکنم مثلا مشخص میشه توی داستان آخر که چیه جریانش و اینا، که من اینو قشنگ مثلا چیز کردم، یه جورایی این جهانی کردم. ولی خب آره چاهو میخواستم مثلا یه منبع تمام چیز ناشناخته، یه سورس ناشناخته که هر چیز شری میتونه توش در بیاد، مثل یه تونل. آره مثلا من میگم چاه، ولی اگه دقت کرده باشین توی داستان 10 بر مهین کارگاهیه تونل زیرش. آره به زیرش مثلا مثل یه حالت کرمچاله، مثل حالت تونلی که زیر این مثلا از یه دنیای دیگه مثلا موجودات شر مثلا وارد میشن. این هست. و یه چیز دیگه هم گفتی که چرا راه میرمون خیلی جالب بود. و مثلا این چاهه اینجوریه که دقیقا مثلا سمبل شر مثلا خواستم باشه توی تک تک داستان. یکی چاهه، یکی دیوه، یکی اون نشونه هایی که مثلا می آوردم، و یکی 10 بر مهیل که 10 بر اون 10 بگو راجعه نشونه ها بگو. 3 و 33 دقیقه توی 10 بر مهیل چه معنی داشت؟ چرا 10 بر مثلا 6 بر نه، یا مثلا 7 بر نه، مثلا اینا رو یه ذره راجع به چرا 10 لو نه؟
چرا دهلونم؟ این اصلا خود کلمه دهبر مهیل رو توضیح بده. خیلی سوال داریم در موردش، یعنی پرسیده شده اصلا این مهیل یعنی چی؟ قضیه دهبر اینجوریه که بر که یعنی کنار گوشه، دهبر چند ضلعی یعنی 10 ضلعی 10 گوشه منتظم میشه؟ نه دیگه نامنتظم. البته میتونه منتظم باشه ولی فکر کنم تو داستان مثلا نامنتظم. مهیلم که یعنی هولناک، وحشتناک، مکان هولناک. دهبر مهیل یعنی که تو انگار وقتی که وارد این دهبر میشی، دهبر مهیل میشی، وارد اون چیز طلسم میشی، تو دیگه نمیتونی از اون خارج شی. تو دیگه اون طلسم یک طلسم در واقع خودش 10 ضلعی یه طلسم. اون یعنی مثلا توی اون هندسه منحوس 10 ضلعی مثلا تو رو میگیره، مثلا اون اینجوری بوده. هندسه 7 ضلعی منحوس نیست. آره دیگه اینجوریه که منحوس نیست ولی 10 ضلعی منحوس. چون که چاهه مثلا هویت مثلا چاه از اول اینجوری بوده که این 10 تا گوشه داشته. چون 10 ضلعی میتونه 10 گوشه داشته. کم داره باز میشه دیگه، داره شکلی. دقیقاً. بعد این داستانای مجموعه داستان اینجوریه که یک گوشه یک تیکه از یه تصویر خیلی بزرگه. اینجوریه که خیلی ها گرفتار این دهبر مهیل شدن و خواهند شد. و فقط 10 تای اوله مثلا. مراقب چای توالتامون هم باشیم. این که بچگی هم داستان ترسناکی شدن شما داشتین. ما مدرسه میرفتیم بخش زیادی از داستان ترسناکایی که میگفتن قول و هوش چیزای ترسناکی بود که از چای توالت میاد. من سوال میگم چرا چای توالت؟ حالا احتمالاً چون ما تو زندگی شهری مثلا چاه آب و اینا نداره، تا نزدیک ترین چیز به چای توالت بود. آره هیچ گودا تهش میخورد به مرکز زمین. وای اون زوزنه. دقیقاً. مثلا چاه خب خیلی ما جای روستایی که میریم چاه خیلی عجیب و مثلا همون آب انبار و اینا رو من قبول دارم. من خودم به شخصا تو فضای آب انبارای روستاها مثلا یه جایی گنبدی شکلی یه عالمه پله میری تو مثلا ندیدم تا به حال، ولی اون فضای سنگینه دیگه میگیره. آره خیلی باحاله. ولی 10 ضلعی برای بستن جن استفاده میشه. میگن 10 ضلعی برای بستن جن از تکمیل توضیحات شما یکی از میگین که آقای قدیمی در تکمیل توضیحاتش گفتن 6 ضلعی و 8 ضلعی تو رمالی روشنن، اما 10 ضلعی برای بستن جن استفاده میشه. ما الان آقای قدیمی رمالی هم بکنم من با ولی هندسه توی این کلا خود هندسه عاملی هست. مثلا تو خیلی از این باز حالا مثلا داستان من بیشتر فیلم دیدم، مثلا میخوان که یه موجودی رو محصور بکنن، مثلا دورش شکلی میکشن، حالا مثلا ستاره‌ای میکشن یا یه اشکال هندسی. پگانیه اون ستاره که پگانیه. کلا منظورم اینه که اشکال هندسی نقش بازی میکنن توی داستان‌های در واقع نه شیش پر نه، ستاره داوود رو نمیگم، ستاره پگانی رو میگم، 5 پر که خب حالا یه خورده شوخی کردیم، حالا هوامون هم عوض شد. آقای آهی، اصلا چرا ما ژانر وحشت میخونیم؟ چرا ژانر وحشت دوست داریم؟ یه خورده در مورد کلیت ژانر وحشت برنامه. میدونم سوال تکراریه، به خصوص جوابش برای شما تکراریه، ولی فکر کنم مخاطبان براش جذاب باشه. و چرا انقدر حساسیت وجود داره روی ژانر وحشت، خیلی بیشتر از فانتزی یا علم تخیلی؟ معمولا ژانر وحشت که پاش وسط میاد همه یه احتیاط بیشتری دارن، معمولا نگاهی که مثلا وجود داره سعی میکنن خیلی اجازه ندن کتابا چاپ بشن، پخش بشن، مسئله این مدلی داره. چی کار میکنه کارکرد ژانر وحشت برنامه‌ای؟ چشم. اول عرض بکنم که این ویژگی فکر نمی کنم خیلی به ادبیات مربوط باشه. این ویژگی که عرض میکنم مال به نظرم سینما هستش، ولی ژانر وحشت در سینما بسیار ژانر سیاسیه. اساساً از ابتدایی که ژانر وحشت در سینمای آمریکا در واقع آمد، جوابی بود به در واقع اون ژانرهای موزیکال و کمدی و رومانس و در واقع اون رویای آمریکایی، کابوس آمریکایی رو ما می‌بینیم در فیلم‌های مثل، در ژانرهای مثل فیلم نوار، مثل فیلم‌های در واقع ژانر گانگستری، ژانر وحشت،
و این در واقع واسه همینه که اصلا اساساً چون در مقابل رویای آمریکایی قرار میگیره بسیار سیاسی. از همون اول در واقع تمامی که داستان‌های فیلم‌های مهم ژانر وحشت به مقاصد سیاسی ساخته شده بودن همه و تأثیری هم که گرفته بودن. اینم من بگم، شاید حالا میگم اینا سینماست، شاید نمیدونم جالبه یا نه. نه کاملا در مورد کلیت ژانر و تأثیر مستقیمش رو از لحاظ سینمایی و از لحاظ در واقع هنری از مکتب اکسپرسیونیسم آلمان میگیره، به خاطر اینکه اکسپرسیونیست های آلمان اولا باید بدونیم که توی اون موقع توی دوره اکسپرسیونیسم آلمان اصلا در چه شرایطی بود. قبل از جنگ جهانی دوم روحیه های مردم داغون، فاصله بین دو جنگ، در واقع مردم در پایین ترین سطح حتی اعتماد به خودشون. ما اینا رو حتی میتونیم مثلا توی گزارش های یونگ مثلا از چیزاش بخونیم، از مراجعینش. در واقع توی اون فضا ما میبینیم که جنسی از سینما ظهور میکنه که تأثیر گرفته البته از، یعنی در واقع این مکتب هنری توی تئاتر هم بود، توی ادبیات هم بود، ادبیات نمایشی به طور خاص، و فیلمسازهایی مثلا فریتز لانگ، مثل فریدریش ویلهلم مورناو تونستند که آثار مهمی رو در این حوزه بسازن. شاید یکی از اولین ها و مهمترین هاش، اولین نه ولی حالا مهمترینش کابینه دکتر کالیگاری باشه که تو اینترنت هم یوتیوب هم هست، میتونن ببینن بچه‌ها که چقدر در واقع داستان‌هایی دارن نقل میشن. ولی ما میبینیم که یعنی الان اگر نگاه بکنید شما فکر میکنید که اینا تاثیر گرفته از فیلم ترسناکن، در حالی که اینها در واقع اون چیزهایی هستن که بعدها فیلم ترسناک‌ها مایه‌هاشون ازشون گرفتن. این فیلمسازهای مهم سینمای آلمان بعد از اینکه هیتلر به قدرت رسید بیشترشون با هیتلر به مشکل برمیخورن و میرن مهاجرت میکنن و خب کجا بهتر از هالیوود برای اینها چون فیلمسازای بسیار بزرگی بودند در کشور خودشون، اونجا هم میتونه در واقع امکانات هالیوود در اختیارشون قرار میگیره بتونن کار بکنن. واسه همین شروع میکنن فیلمهایی رو ساختن که تأثیر بسیار زیادی رو سینمای آمریکا میذاره. پروتونوارها رو مثلا میتونیم تو تاریخ سینما بهشون در واقع اشاره بکنیم. حالا این بحث رو من اینجا تمام میکنم. فقط اون که من خیلی دارم طولانی صحبت میکنم، ببخشید رفتم بالا منبر قشنگ. نه فرمایید. فقط در مورد چیز پرسیدید اصلا چرا ما در واقع چرا ترس، این از در واقع همون چیزی میاد که ارسطو در واقع در توضیح تراژدی به کاتارسیس اشاره میکنه. در واقع کاتارسیس اون پالایشی که برای مخاطب اتفاق میفته بعد از اینه که میبینه قهرمان. بعضیا فکر میکنن که یعنی در واقع من دیدم جاهایی که به نظر به اشتباه کاتارسیس رو در واقع در اثر این میدونن که یعنی در واقع یک حس سادیسمی درش میبینن، یعنی اینکه چون او رنج میبرد من دوچار پالایش میشم. ولی نه، این اون همزاد پنداریه که اون شاه کلید ماجراست. در واقع اون جمله اون کلمه کلیدیه. وقتی من همزاد پنداری میکنم با شخصی که داره براش اتفاقای مهیبی میفته، تراژدی های یونان باستان رو بخونیم، کارهای سوفوکل، اشیل، اوریپید بخونیم، اینا رو ببینیم چه بدبختی ها چه بلایانی سر شخصیت هاشون میاد. از بلایی که سر اودیپ شهریار میاد تا بلایی که سر مثلا دخترش آنتیگونه میاد تا بلایی که در تروا دیگه همه میدونیم سر اون، یعنی اونایی که خوندن میدونن سر تروایی ها میاد. و عرضم به خدمت شما وقتی که ما میتونیم این بلایا رو تجربه بکنیم، اما وقتی که همزاد پنداری میکنم در واقع من دارم تجربه میکنم اونها رو، اما در محیط امن داره این اتفاق میفته، بنابراین کاتارسیس اتفاق میفته. حالا ما این رو بعد از
2000 خورده سال از ارسطو ما داریم میبینیم که مثلا در چیزی به اسم ژانر وحشت این کاتارسیس داره به نوع دیگری ولی اتفاق میافتد. من در واقع چیزی رو تجربه میکنم ولی در من نوعی از وحشت رو تجربه میکنم که هیچ وقت هیچ آدم عاقلی دلش نمیخواد خودش رو در اون موقعیت واقعی قرار بده. هیچ وقت نمیخواد کسی در یک اتاق با یک سریال کیلر مثلا تنها بشه یا درگیر نمیدونم دیو و غول و جن بشه یا از اون چاه بره. سوالم پیش میاد که چرا قهرمانه داره این کارو میکنه؟ نه نمیخوام صحبتتون، یعنی همیشه ما وقتی داریم میخوریم میگیم نرو دقیقاً یعنی این ایمپولس ما که جلوی طرفو بگیریم و در این حال داریم میخونیم ببینیم که حالا که رفت چی میشه. آره دیگه چون امنه واسه همینه که من تو پرانتز بگم به نظر من اون چیزی که به اسم در واقع آینده سینما رو خیلی‌ها فکر میکنن ممکنه حتما در سینمای تعاملی در واقع وجود داشته باشه، یعنی مخصوصا حالا فکر میکنیم، یعنی حتی در مورد ادبیات هم خیلی این صحبت رو میکنن، کتابایی که چاپ میشه برو صفحه فلان در واقع داستان رو پایانش رو یعنی انتخاب بکنه. آره نه فقط پایان، ساختار قصه رو. خب تو سینما این پیشرفته تر هست، تو سینما تجربه هایی داره انجام میشه که تو میتونی مثل یک بازی ویدیویی انگار در واقع انتخاب بکنی و بری جلو. اما من آره اما کتاب هم داریم نمونه هاشو. به همین گفتم آره به همین دلیل این به نظر من هیچ وقت تبدیل به جریان اصلی نخواهد شد در بهترین حالت، به خاطر اینکه تماشاگر مخاطبی که همزاد پنداری میکنه دلش نمیخواد که انتخاب بکنه، دلش میخواد که براش انتخاب بشه و اتفاقا اون کاتارسیس اینطوره که اتفاق میفته. آقای سوال خیلی بی ربط به لایومون بپرسم فقط چون صحبت کردین. یه عده‌ای میگن که سینما مرده و گیم جاشو میگیره، دقیقاً به دلیل این تعاملی بودنه دیگه. چون صحبت رو بردیدی این طرف، نظرتون چیه؟ بحث خیلی طولانیه ولی نه من در یک جمله فقط عرض بکنم، البته پیش بینی منه میتونه اشتباه باشه، ولی سینما تبدیل شد به هنر مادر. الان اصلا سینما رو دیگه نمیتونی با نگاه 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال پیش بهش نگاه بکنی. سینما الان هنر مادره، یعنی تو در واقع هر جنسی از قصه گویی تصویری تو میخوای. الان چه میدونم کسایی که مثلا محتوا آماده میکنن برای چی، تولید محتوا میکنن برای شبکه‌های اجتماعی یا هر چی، همه دارن ویدیو تولید میکنن، در واقع دارن از زبان ما الان داریم یک لایو میریم، ما الان در یک لانگ شات، در یک مثلا لانگ شات هم که نه، در یک تری شات آره مدیوم قرار گرفتیم، در یک نمای قطع سینمایی زاویه دوربین های انگل و اینا همه یک نشانه های در واقع دستوری داره. مثلا من بهتر بود از لحاظ سینمایی که آره از لحاظ سینمایی بهتر بود واسه همین لول باشه این نگاه. مثلا دارم میگم، میخوام بگم که اونم پاش اونجا بپره ترسناک هم میشه و دیگه میخوام بگم به هر حال سینما یه تجربه‌ای که تو بری تو سالن بشینی یه فیلمی برات پخش بشه نیست. سینما یک دستور زبانه، یک زبانه در واقع، و این زبان عملا مادر همه در واقع روایت‌های آینده است. ببخشید من چون گفتید صحبت گیم و تعامل و اینا رو کردید دیگه سوال پرید تو ذهنم. من دیگه نکته‌ای ندارم، همه چی رو گفتیم. فکر کنم نویسنده اگر که چون کلا فقط 5 دقیقه وقت داریم. نه بابا النا جان به من بگو که با توجه به حالا شرایط جامعه ما و وضعیتی که داریم، خود ژانر وحشت رو تو ادبیات داستانی ایران کجا می‌بینی؟ به نظر چقدر جایگاهش مهمه؟ چقدر داره تاثیر میذاره؟ اینو خیلی سریع به ما بگو، بعدم نویسنده یعنی نویسنده محبوب ژانر وحشت هم به ما بگو. والا توی اگه بخوام بگم که والا در واقع الان اینجوریه که خیلی پتانسیل زیاده برای وحشت نوشتن و ما میتونیم فقط نگاه کنیم به دور و برمون، فقط یه نگاه اجمالی بکنیم به دور و برمون، میتونیم هزارات موضوع پیدا کنیم که هم میتونه یه سری چیزهای اجتماعی رو بازتاب بده، یه سری اتفاقات که توی سطح جامعه داریم ما هر روز باش مواجه میتونیم ببینیم. ما میتونیم اینا رو قشنگ دستمایه کنیم برای نوشتن این داستانا که خیلی چیزای تاثیرگذار و جذابی میتونیم ازشون در بیاریم که خواننده واقعا باهاش میتونه ارتباط برقرار کنه و به این کاتارسیسی که آقای گفت. دقیقاً
چون که داریم هر روز میبینیم، مثل این میمونه که توی دیستوپیا داریم زندگی میکنیم دیگه. واقعا اینجوریه. مثلا الان دیستوپیا که وارد همه جور ژانر میتونین در بیاریم. دیستوپیا هم دیستوپیا هم وحشت. والا نویسنده مورد علاقه من گفتم که من کلاسیکای ایرانی خیلی دوست دارم. بهرام صادقی خیلی دوست دارم، هدایت خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. قشنگ مورد صادق هدایتم. به عنوان وحشت نویس بله. کارهای میگم همون کلاسیک، من برام استوکر رو خیلی دوست دارم، مری شلی رو دوست دارم. اینجوری واقعا کیف میکنم، با این که پر از توصیفه و ممکنه مثلا خواننده امروزی بچه‌های این دوره یه مقدار خسته شن، ولی به نظرم آثار وحشت کلاسیک واقعا یه چند لول بالاتره. باز 100 سال دیگه هم فکر کنم اگه اینا خونده بشن همون تأثیر رو بذارن. همین. مرسی. من دلم میخواست حالا که بحث وحشت بومی شد یه سوالم بپرسم که خب برای من که تو تهران زندگی میکنم بوم من چجوری منتقل میشه؟ منتها این جواب این سوال خیلی طولانیه، چون بیشتر داستانه مجموعه خب شهری نبود. یعنی ما با یک فانتزی شهری یا فانتزی سیاه شهری مواجه نبودیم، بیشتر تو کوه و کمر و روستاها و فضاهای غیر شهری داستانه مجموعه میگذشت و خیلی دلم میخواد که از النا رهبری در آینده یک کتاب وحشت بخونم که با بوم من، یعنی با زیست من توی شهری مثل تهران هم ارتباط مستقیم داشته باشه. یه صحبت پایانی هم بکنیم، هم سمیه جان هم دیگه خداحافظی کنیم که بریم. والا راستش دیگه همه چی رو صحبت کردیم، در مورد تهران صحبت کردیم، بعضی از دوستان یه کارهایی انجام دادن در مورد تهران، یه چیزایی در مورد تهران نوشتن، ولی کمه دیگه، جا داره. حالا خود النا هم گفتش، فکر کنم که باید بسپریم دست خودش برای شهری و دیستوپیا عالیه تهران. دیستوپیا که اصلا هست همونطور که خودت گفتی، ولی فکر کنم وحشت هم بشه. من نکته‌ای ندارم دیگه. تشکر از راما و خانم النا و کلا دوستان و عزیزانی که تماشا کردن. قربان شما. مرسی از شما، مرسی از آقای آهی عزیز، مرسی از خانم کاظمی، مرسی از این سیاره جادویی راما که همیشه ما این فرصت رو میدن که بتونیم بیایم گپ بزنیم با هم و کارمون رو معرفی کنیم. ممنون از زحمت. قربان شما. خداحافظ. خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین. امیدوارم که همینجور شاهد انتشار کتاب‌های بیشتر از نویسنده‌های خوب کشورمون باشیم تو ژانرهای مختلف و یه زمانی بشه که به اندازه کل رمان ما کتاب ژانر وحشت داشته باشیم، هم انقدر علمی تخیلی، هم انقدر فانتزی، و ما مجبور شیم فقط برای تألیفی‌ها اینجا رو 3 برابر کنیم. به امید اون روز. مرسی از همه. خدا نگهدار.